سلام رفقای گلم. من داشتم کتاب خونم رو همینجوری داشتم میگشتم بررسی میکردم، برخوردم به یک کتاب به اسم خرمگس که لیلیان وینیچ نوشته و خسرو همایونپور اینو ترجمه کرده. نمیدونم این کتاب رو چه کسی به من هدیه داده و من معمولا کتاب که هدیه میدم خب به صورت روتین من خودم امضا میکنم به عنوان یادبود. به هر حال حالا سالها بعد به عنوان یادبود میمونه و دوستانی هم که بهم کتاب هدیه میدن ازشون خواهش میکنم که یک امضا یا یک اسمی به من بدن، یعنی بنویسن تو کتاب. این کتاب خب سال 58 انتشارات امیرکبیره. خب هیچ امضایی نیست و واقعا نمیدونم این کتاب رو چه کسی به من هدیه داده و میدونم که این کتاب خیلی سالها پیش به من هدیه دادن. چیزی که جالب بود این شکل این کتابه. گفتم خالی از لطف نباشه که برای دوستان کتاب خونم این فیلمو به اشتراک بذارم. برگه هاش رو ببینید بچه ها، یعنی یعنی واقعا دیگه داره وا میره این کتاب. این کتاب رو در مورد فروپاشی ایتالیاییه که اتریش ها بهش نفوذ کرده بودن، در مورد جنبش جوانان و اینجور چیزاست که یه شخصیت اصلی داره، فکر میکنم به نام نمیدونم، یه شخصیت اصلی داشت، جوانی بود که حالا به هر حال برای فروپاشی داشت مبارزه میکرد. کتاب رو ببینید چقدر قدیمیه و به چه شکل شده. میخواستم بگم که بچه هر چیزی قدیمی بودنش، کهنه بودنش ارزش داره. کتاب، دوست، و گفتم که این رو من به اشتراک بذارم، شاید خالی از لطف نباشه برای دوستای کتاب خونم.